اعلامیه وزارت فوایدنامه در مورد مزدور شدن شهرهای سالنگ. وزارت فوایدنامه کار ترمیم و بازسازی 80 کیلومتر شهرهای سالنگ را آغاز نموده است و عملا جریان دارد. وزارت فوایدنامه به اطلاع تمام هموطنان عزیز می‌رساند که به منظور آغاز کار کانکریت‌ریزی داخل تونل و تطبیق بهتر این پروژه، شهرهای سالنگ از روز یکشنبه تاریخ 19 سنبله سال 1402 هجری شمسی که مصادف است با 24 صفر المظفر سال 1445 هجری قمری، این شهرها برای تردد هر نوع ترافیک الا تکمیل کار کانکریت‌ریزی داخل تونل مسدود می‌گردد. وزارت فوایدنامه از تمام هموطنان عزیز، تجار ملی و رانندگان تقاضا می‌نماید که در مدت 11 روز ضروریات خویش را تکمیل نمایند. همچنان وزارت فوایدنامه از تمام هموطنان عزیز و مسافرین تقاضا می‌نماید که الا تکمیل کار این بخش پروژه از حوصله‌مندی کار بگیرند.